سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به کانال یوتیوب رونق UNC. من اومدم با یه گیم پلی دیگه از کیت. امیدوارم که خوشتون بیاد. خب بازی هم که شروع شد. بفرما. مثل همیشه اول نفر باید بیاد دنبال من. احمق بیشور. چون ما رو گیر میاره، نمیتونم چیه اصلا، قضیه چیه دنبال ما باید بیفته. اکثر من خودم کیلر که میشم مثلا اینم یکی هی داره منو میچرخون و فلان و اینا، سریع یه ازش میکردم بیرون، میرم سراغ یک دیگه. من نمیدونم این چه نوع بازی دادر میاره والا. چه سمیجی هم هست نمیدونم والا. نکن تو رو قرآن، بیا یه دونه پلت بزن تو کلت، کم ادب بشی. از رو هم نمیره. تو بیا، تو بخوای دنبال من بیا، اونا همه جنراشو زدن. آقا یه خبر بسیار خوشحال کننده بالاخره از ما کشید بیرون. واقعا ممنونم ازت بیل، تو کمک خیلی بسیاری کردی به من. ماچ بهت. خب دوستان، من اینجا سعی کردم دیگه جنراتور رو بزنم و اینکه یکی هم رو هوک گذاشت دیگه. سعی کردم برم اینجا از هوک درش بیارم و پینگم که ماشاءالله میبینی وقتی تو ایران بازی کنی کلن پینگت یا رو 400 یا اصلا از بازی میپره بیرون و فلان و اصلا داستان داریم ما دیگه. بیل جونم یه هیلش بزنیم این وسط. خب خدا رو شکر 2 تا جنراتور موند. راضی هم ازتون دوستان. لطفا یکم فوکوس کنین رو جنراتورها، ممنونم ازتون. اینجا هم یه چک کنیم ببینیم تو این جینگلی چی داره. بس فکر کنم زیاد چیز خاصی هم نیست. نه ولی یه چیزی به درد بخوره بود. اوکی. اینجا قلبمون رو تاپ میزنم. اینجا پروپلری شدم. خب بچه ها دیگه شوخی بذاریم کنار، یکم جدی باشیم. یا اول فضل باس اومدش. حالا بودو دنبالم، بودو برو دیگه. نمیدونم چی کار میکنی تو. بفرما در که زدن، اگه شانس من باشه که الان منو میزنه میذاره روک دیگه، میرم واسه خودم دو آسمونم. نمیدونم چرا گیر داده به من دقیقا. برو اون یکی رو بزن، برو اون که چون من در میخوام باز کنم، برو دنبال اونا. من نمیدونم چی گیری داده اصلا، دهن ما رو سرویس کرده. برو تو جون ماد یا خدا. دیدید ریدم. دیدید واقعا. مثلا یکی بیاد کمکم کنه. تو خدا خدای دم معرفت این بیل گرم. هیچ کدومشون نیومدن، فقط این اومد. واقعا ماچ بکنلت. چی داشتی؟ سوار خوردیم. آقا اینو تو کامنت ها بهم بگید به نظرتون چی داشت یا اسپرگای خودش بود، چون من زیاد با بیل بازی نکردم نمیدونم. خب بچه ها مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودید. اگر از این گیم پلی خوشتون اومد، البته ببخشید زیاد صحبت کردم، اگر از این گیم پلی خوشتون اومد منو با لایک و کامنتاتون حمایت کنید و اینکه حسابم یادتون نره. ماچ بهتون.